ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. و ما به داوود از سوی خود فضیلتی بزرگ بخشیدیم. ما به کوه ها و پرندگان گفتیم ای کوه ها و ای پرندگان با او هماواز شوید و همراه او تسبیح خدا گویید و آهن را برای او نرم کردیم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. و به او گفتیم زره های کامل و فراخ بساز و حلقه ها را به اندازه و متناسب کن و عمل صالح به جا آورید که من به آنچه انجام می دهید بینا هستم.